کجا؟ نگرانتیم رامی کی؟ مطمئنی که رامی رفت؟ بله این سوالا دستن که فنهای کی بیبی ماستر میپرسن. رامی دختری است که از 2 سالگی در تبلیغات و اسباب بازی ها شرکت میکرد و او بعداً در کیپاپ تبدیل به یک خواننده صدای پرقدرت شد. ولی 6 ماه که رامی رفته، آیا او کجاست؟ من که خیلی نگران رامیم. کی برمیگرده؟ نمیدونم، شاید شنبال نگرده. من نگرانشم. اینا سوالایی هستن که بقیه میپرسن. رامی دختری زیبا است، ولی او چند ماه که رفته و کیپاپ وایجی فقط گفتند که رامی به استراحت نیاز داره، ولی فنها فرو پاشیدند و کلی سوال تکراری پرسیدن، اما واجی هیچی نگو. هی من یه سوال دارم. یه سوال نکن، ببینیم چی داره میگه. رامی اصلا کجاست؟ آخر ویدیو بهتون میگم رامی کجاست. حالا بریم به صحبت ها گوش بدیم. درسته عزیز دلم، آخر ویدیو میگم که رامی کجاست. خب الان میخوایم راجع به کارآموزی صحبت کنیم. حالا میخوام بگم که رامی مشکل سلامتی دارد و شاید بر نگردد، اما کسی چه میدونه، شاید برگردد. همین تو گفتی که میگی کجاست. درسته، ولی وقتی که این ویدیو 500 تا ساب بگیره اشان که بیکیه باید لایک ها هم زیاد بشه. چند تا لایک به نظرتون میگیره؟ باید 3 لایک بگیره. بس دیگه، خسته شدن. خدا منم خسته شدم، اینا خسته نشدن. دقیقه باشید. خیلی خوب بچه ها، ویدیو همینجا به پایان نمیرسه چون منم حرفایی دارم. نه خیرم، من حرفایی دارم. شاهدی پیشیدون نمیخوری مثل تو؟ بس دیگه، بچه ها رو خسته کردی. خیلی خوب، الفین فاینی رو توت فرنگی میخواد بزنی چون همه اونا رو بستیم. خیلی حرف داشتن و شما هم خسته شده بودید. آره اونجا ببستش، اونجا اون ورتر بگم به راست چپ. همونجا خوبه، ببستش. اما من نمیخوام بگیرم ویدیو. بچه ها شما میبخشید. خلاصه لایک ها رو به 3 برسونید و این ویدیو 500 تا ساب بگیره. من میگم رامی کجاست. خدا حافظ.